امروز در خدمتتون هستم با آموزش خورشت گوجه سبز یا همون آلوچه، یه خورشت خیلی خوشمزه بهاری. پس با من همراه باشین تا با هم فوت و فن این غذای خوشمزه رو یاد بگیریم. با لایک و کامنتاتون ما رو حمایت کنین. ممنون میشم که کانال ما رو به دوستاتونم معرفی کنین. مواد لازم برای خورشت گوجه سبز 250 گرم، گوشت 250 گرم، پیاز 1 عدد نگینی خرد شده. سبزی خورشتمون که شامل جعفری و نعنا هست، به ازای 300 گرم جعفری 150 گرم نعنا لازم داریم که من اینجا خرد کردم و من اینجا از یکم سبزی خورشتی هم استفاده میکنم که باعث میشه خورشتمون آبدار بشه و خوشمزه تر بشه. 2 قاشق آب قوره یا آب نارنج یا آب لیمو بسته به میل خودتونه، هل نصف قاشق چایخوری، دارچین 1/4 قاشق چایخوری، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، نمک 1 قاشق چایخوری و فلفل نصف قاشق چایخوری. میتونید حتی به جای گوشت از مرغ هم استفاده کنید و میتونید از آلوچه‌های درشت‌تر هم استفاده کنید. برای شروع من روغن رو گذاشتم داغ بشه. پیاز نگینی خرد شده رو بهش اضافه میکنم. میتونید حتی پیازتون رو رنده کنید و یک کم آبش رو بگیرید. یکم که پیازمون تفت خورد و سبک شد، گوشتمون رو بهش اضافه کنیم. همزمان با گوشت ادویه ها و نمک رو هم بهش اضافه میکنیم. تفت دادن ادویه ها باعث میشه که اصل ادویه‌مون خارج بشه. شما اگه خواستین میتونین اینجا به جای گوشت گوسفند از سینه مرغ یا حتی تیکه های مرغ هم استفاده کنید. موقعی که دارین گوشت رو سرخ میکنین همیشه حرارتتون یکم زیاد باشه، چون اگه حرارت کم باشه باعث میشه که آب میون بافتی گوشتتون خارج بشه و گوشتتون مزه خوبی بعدش نداشته باشه. ولی وقتی حرارت زیاده خیلی سریع روی گوشت بسته میشه و سرخ میشه و مزه گوشت ازش خارج نمیشه. وقتی خوب گوشتتون رو تفت دادید 2 لیوان آب بهش اضافه میکنید و میذارین حدود 2 ساعت تا گوشتتون پخته بشه. لازم نیست که کامل پخته بشه، چون قراره با سبزی و آلوچه هم گوشتمون پخته بشه. به این مرحله که رسید من آب رو بهش اضافه میکنم. در ظرف رو میذارم و میذارم حدوداً 2 ساعت تا گوشتم پخته بشه. اینجاشون گوشتم خرد شده هست، حدود 1 ساعت و نیم هم کافیه برای پختش. اینجا دوباره میام یکم روغن به تاوم اضافه میکنم و گوجه سبزامو داخل روغن یکم پخت میکنم. یه تفت کوتاه کافی. این تفت باعث میشه گوجه سبزمون دیرتر تو خورشتمون وا بره. اینجا میام سبزی‌هام 1 کاوه میریزم. 1 لیوان آب 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 1 لیو
و تفتشون میدم. اینجا خوب سبزیاتون رو تفت بدین تا آب سبزی گرفته بشه. من اینجا از یکم سبزی خورشتی که از قبل آماده کرده بودم هم استفاده کردم. وقتی آب سبزیتون کشیده شد میتونید یکم روغن بریزید و سبزیتون کاملا سرخش کنید. برای سرخ کردن سبزیاتون حتی سبزی خورشتی بهتره از روغن جامد استفاده کنید، چون روغن جامد باعث میشه سبزیتون خوش رنگتر و خوشمزه تر بشه. من اینجا سبزی رو پخت کردم کنار میذارم و اواخر پخت گوشتم سبزی و آلوچه رو به خورشتم اضافه میکنم. خب اینجا همونجور که میبینید حدود 1.5 ساعت از پخت گوشت من گذشته. من اینجا سبزی هامو به خورشتم اضافه میکنم و اجازه میدم حدود 40 دقیقه دیگه خورشتم با سبزی هام بپزه و اواخر پخت حدوداً 1 ربع آخر پخت آلوچه هامو به خورشتم اضافه میکنم و در آخر هم دارچین و هل و آب نارنج میذاریم. حدود 45 دقیقه سبزیامون با خورشتمون بپزه. وقتی خورشتتون کاملا آبش تموم شد و به روغن افتاد میتونین از روی گاز برش داریم. اینم از خورشته خوشمزه و خوش آب و رنگ آلوچه یا گوجه سبزمون. شما میتونید این خورش رو با مرغ هم درست کنید. پیشنهاد میکنم حتما با این رسیپی 1 بار درست کنید. مطمئن میشم که مشتری ثابتش میشین. ممنون که تا آخر با من همراه بودین. این خورش کنار یه سالاد شیرازی مزه خیلی خاص و خوشمزه‌ای داره. پیشنهاد میکنم حتما این غذای خوشمزه رو برای 1 بارم که شده درست کنید و از مزه خوشمزهش لذت ببرید، از مزه خاصش لذت ببرین.